تو بازار الان باید یه غول به تمام معنا باشی تا بتونی خیلی خوب محصولات خودتو بفروشی. ببین یه نکته که خیلی از فروشنده‌ها بهش توجه نمی‌کنن اینه که میگن ما اصلا مهارت فروش چی باید بلد باشیم. مشتری خودش میاد میگه من فلان محصولو میخوام، منم بهش ارائه میدم. منتها بازار الان یک بازار رقابت کامله. بازار رقابت کامل یعنی تعداد تقاضا کننده ها خیلی زیاده و تعداد عرضه کننده هم خیلی زیاده. یه جنگی بین این دو طرف شکل میگیره که در نهایت شما باید پیروز اون جنگ باشی. شما با مغازه بغلیت باید یه فرقی بکنی که مشتری در نهایت بیاد محصول رو از تو بخره. حالا در کنار همه این موارد که من به توضیح دادم، تو باید چیکار کنی؟ تو باید از لحاظ توانایی ها و تخصص خودت روز به روز بهتر بشی. سوالی نباشه که مشتری ازت بپرسه توی هیته کاری خودت و تو نتونی جواب بدی. ارتباط سازیت باید خیلی قوی باشه و در نهایت بتونی معامله رو به نحو احسن ببندی. اینجوریه که تو میتونی تو اوضاع نابسامان الان یه فروشنده تمام عیار باشی و برای محصولاتت صف بکشن، همه محصولاتتو بخرن، زودم تموم بشه. فقط یادت باشه اگه توی یکی از این موارد هم ضعیف باشی، باید فاتحه خودت و بیزینستو بخونی.